ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست طالبان افتاد. با نام خدا و سلام، خوش آمدید به چینل خبری 24 متر. تا آخر با ما همراه بوده با چینل ما را سابسکرایب نمایید. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست طالبان افتاد. شورای ولایت بدخشان میگوید که این در حال است که ولسوالی پس از چند ساعت نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان به دست این گروه افتاد. این در حال است که نیک محمد نظری در صحبت با روزنامه اطلاعات روز سقوط مرکز ولسوالی یمگان را رد کرد و افزود که در حال حاضر درگیری ها در اطراف ساختمان ولسوالی یمگان و فرماندهی پلیس این ولایت جریان دارد. با تشکر تا آخر با ما همراه باشید تا ویدیوی دیگر. خدایا و نگهدار کنید.